الان دوستان حالتون چطوره؟ من امیررضا هستم، همراه با آرمان. یه روز که داشتیم با هم دیگه میچرخیدیم به این فکر افتادیم که یک نوشابه رو به انفجار برسونیم. گفتیم چه بهتر که با شما بشه. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امروز قراره من و آرمان با هم دیگه بخوایم تو این تست کنیم و اینو انفجار کنیم. همین که دکمه استاپ اومده حتما استاپ کن و ما رو دنبال کن. آره آرمان، نظر چیه راجع به این ویدیو؟ نظر چرا تو هیچ وقت نظری نداری؟ من داشتم به سختی زور میزدم و که در اونو لعنتی رو باز کنم، باز نمیشد که. تو نظر دارم. از ترک چی میگی؟ اینجا باز کردم زدم گفتم بخورم، آرمان بیشرف گفت نخور. خب آره همینطور که گفتم یکمش خوردم ولی آرمان دوباره نذاشت. گوشم سر جاش که با هم دیگه بزنیم. دوستان آماده اید؟ به من نداد ولی 3 2 1. دیدی ماجرا روز مبارک. خب مسخره. خدا شکر این لایک بک اونم جواب داد، ولی هر چی سرش کردیم دوباره جواب نداد دیگه. هر چی قرصن ریختیم هیچ فایده نداشت. آرمانو با دمپایی قشنگش. آره داشتم میگفتم که این بود از آزمایش من و آرمان در مورد تست قرص نعنا داخل نوشابه. مرسی که ویدیو رو تا آخرش دیدین. حتما لایک و کامنت فراموش نشه. کلام سخنی خیلی حالا حتما تو خونم انجامش بدین. البته سینه بذار زیرشون چون که به باد میره. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. خدا نگهدار.